بسیار پدر و مادر همین است که سینی 17 نرفت فکری الک خانه‌دار شوی فرزند را میکنند، نه فکری آماده کردن فرزند را به حیات و زندگی مستقل. شوهر کردن این بازیچه نیست. زندگی عائلوی، عائله دار شدن بسیار پستی و بلندی های زیاد دارد. هنر داشتن در کار، کسب داشتنشان در کار، کدبانو بودنشان در کار. شوهر عزت احترام کردنش جای وی نیست. ما مردمی شرقی هستیم. بعضا نازکی ها نزاکت های زندگی است که فقط مادر گفته میتواند به دختری خودش، نه آموزگار، نه پدر، نه یک شخصی بیگانه. فقط مادران عزیز به تربیت فرزندان خود اعتبار جدی دید، آنها را درست به وایه رسانید، معرفت عائله داری را به نور چشمانتان خوب تعلیم دهید، با آنها مدنیت و آداب آموزانید.